فعلا هم با ما در سلام صبح بخیر محمد فرزاد عزیزی ورزشکار واکو کیک بوکسر است. البته کیک بوکسینگ انشالله صحبت‌های خواهد داشتیم. سلام، صبح بخیر، خیلی خوش آمدی. سلام، صبح شما بخیر. فرزاد عزیزم یک تن از قهرمانان کیک بوکس. ماشاءالله باشه، ماشاءالله باشه فرزاد جان. من خیلی خوشحال هستم خودت می‌بینم. این ورزشکارا رو تماشا که من می‌بینم یک انرژی می‌گیرم. باز خصوصا ورزشکارایی که مدال و کپ داشته باشن، مدال‌های طلایی داشته باشن، کپایش زیاد باشه. هر قدر کپش زیاد باشه، مدالش زیاد باشه، ما زیادتر دوستش داریم. کل ورزشکارا رو دوست داریم، خب که مدالدار زیاد. خوب هستی؟ جان و جور است؟ بخیر آمدی؟ بخیر باشی، سلامت باشی، ان شاء الله شما خوب باشی. سیبلا سلام به کسانی که ما را پیش پرده تلویزیون ملی تماشا میکنن. بخیر باشین. ما خیلی خوشحال هستم که میبینمت. چقدر وقت میشه که رشته کیک بوکس پیش میبری؟ مدت 8 سال. 8 سال میشه. 8 سال. دیگه از اون طفولیت آغاز کردی؟ از 10 سالگی. 8 سال. تنها یک رشته فعالیت داشتی؟ در یک رشته. یک بار 2 ماه ویشو رفتم، همزمان هم کیک بوکس تمرین میکردم. ویشو با یک وشو خب با یک مسابقه در ویشو دادم، 2 حریف داشتم، بردم اول شدم. با یک مسابقه در فری فایت در طریق ویشو فری فایت مسابقه کردم، با حریف پنشیری بود که اورام پیروز شدم. با پس در کیک بوکس مسابقه کردم. کدام رشته مشکل است؟ کیک بوکس یا وشو؟ مشکل نیست دیگه. ویشو بود با ما راحت بود دیگه. در یک روز فایت کردم شاید. ما کیک بوکس پرتاب داره باز؟ سبک واکو کیک بوکسینگ حال داره. خودت واکو کیک بوکسر هستی؟ بسیار خوب. وشو پرتابش یک ذره مغلق پیچیده است. خوب است دیگه. آماده باشی دیگه. آماده باشی در هر حالت. تو دیگه از آماده‌اش هستی. بسیار خوب. کیها تشویقت میکنن در خانه؟ مادرجان، پدرجان هم تشویق میکنن؟ بله، زیادتر پدرجان و مادرجان مرا زیاد تشویق میکنن. پدرایم و هم دوستایی که رئیس جوانان قریم هست دیگه مایا میکنن دیگه. بسیار خوب. از علاقمندی جوانا با کیک بوکس بگو. چقدر علاقمند هستن که خود تمرین میکنن در کلب؟ زیادتر مردم علاقمندند. با اینکه من یک مسابقه میبرم زیادتر در اون منطقه که ولسوالی بچکوت است، از طرف ولسوال صاحب تقدیر میشم و مردم زیاد تقدیر تشویق میکنن دیگه. عکسای در صفحه ها در فیسبوک بالا میکنن دیگه، زیاد خوش میشن. بسیار خوب. کیک بوکس کمربند داره معمولا در رقابت های حرفه‌ای خود. بله. سر کمربند هم تا بال خودت رقابت کردی؟ نه یعنی استاد سر کمربند چی نکردیم. 3 ماه پیش ما در بامیان مسابقه کردم، برد مسابقه را. 49 کیلو بودم، در 51 کیلو فایت کردم. حریف نبود برم، با 51 کیلو فایت کردم. بسیار خوب. چند مسابقه انجام دادی در کل؟ 29 دانه. 29 مسابقه در 8 سال؟ در 8 سال. حرفه‌ای بود تمامش دیگه؟ تمامش. بسیار خوب. از پیروزیات برای ما بگوی. 29 مسابقه را تمامش پیروز شدی؟ نه خیر، 2 تایش باختیم، 27 تایش پیروز شدیم. ولی حتما در اوایل بوده که مسابقه نه در اوایل نبوده. من یکمی که رژیم تغییر کرد از تمرین ماندم. یک 8 ماه تمرین نکردم. باز یک مسابقه برابر شد رفتم، تمرین نداشتم دیگه، با مسابقه را باختم دیگه. رفتن خودش با چارزولی مسابقات کیک بوکس خودش پیروزی است و هیچ شکست وجود نداره. انشالله که در رقابت بعدی دستاورد خوب داشته باشی. از حرکات خود کیک بوکس بر ما بگو. کدام حرکت زیاد برات راحت است که انجامش بدی و خیلی خوشت بیاد؟ ما زیادتر در پای خوب هستم. من فرانکی زیاد استفاده میکنم در فایت تایم و آیکیک هم زیاد استفاده میکنم. اگر حریفت قد بلند باشه مشتاید نرسه. همین حریف بامیانم خیلی قد بلند، مگم فرانکی که 3 فرانکی زدم در دانشگاه. با مثلای ورزشی گرفتم و فرانکی که حریفت گرفت. خب در امتیاز برنده شدی یا او را در امتیاز برنده شدی؟ در رقابت‌های کیک بوکس وقتی مسابقه میگنی 29 مسابقه خیلی مسابقه زیاد است ماشاءالله باشه. دستاوردات ان شاء الله کسی بیشتر شود. کدام موضوع خیلی مهم است که یک ورزشکار در نظر بگیره پیش از مسابقه و داخل مسابقه؟ اول که با خدا باشه خوب، نمازهای خدا بخونه. بسیار خوب. و دیگه در وزن خود باید وزن استاندارد داشته باشه که در وزن باید قهرمان شی. من خودم تاریخ 13 اقرب مسابقات منتخب سبک واکو کیک بوکسینگ در کابل بود. اشتراکم در وزن 48 تا 51 کیلو قهرمان شدم، اول شدم. 3 حریف داشتم، 2 حریف روز اول شکست دادم، یک در فاینال رفتم روز دوم
با او حریف ما شکست دادم، برسکوی نخواست. ماشاءالله ماشاءالله. در رقابت‌های ملی هم اشتراک کردی؟ دیگه این بخیر در کابل اول شدم، به تیم ملی را پیدا کردم. شاید یک مباد مسابقه سبک واکو کی بوکسینگ باشه، در تیم ملی بخیر اشتراک میکنم ان شاء الله. دیگه در مسابقه زونی خود اشتراک کرده باشی؟ بله بله. در زون چند مسابقه انجام دادی؟ یک 15 مسابقه در زون باشه. ماشاءالله باشه. باید اقدام میکردی وقتتر که میآمدی در تیم. در تیم خب بنابراین که سن ما خورد بود. چی میکنه؟ ما حالی به در بزرگسال اشتراک کردیم. امیالی رم چند سال هستی؟ 18. این در بزرگسالا میایی دیگه. در بله بزرگسالا در بزرگسال وقت خورد بودم. حالا دیگه در وزن 48 یک نه وزن 49 کیلو تا 51 کیلو فایت کردم. بسیار خوب. دیگه انشالله که در کاتگوری وزنی بزرگسالان هم دستاوردهای خیلی خوب داشته باشی. ماشاءالله دستاوردهای تو خیلی زیاد هست و ما یک بار هم دستاوردارم بر شما نشان میتم که یک معلومات بده و ما فرزاد جان اینجا نوشته است ولایت بامیان. بیا از امی آغاز میکنه متفاوت تر است امی مدالت واکو کیک بوکسینگ. خب در رابطه با این برای من معلومات بدید کدام وزن بود در بامیان؟ این وزن 49 کیلو خودم آمدم. حریف گفتم نداشتم، با وزن 51 کیلو چیکم مسابقه کردم، پیروز شدم. خب 49 کیلو خودت بودی، 51 مسابقه 51 کیلو بنابر که حریف نبود وزنم. با گفتم تا بامیان رفتیم باید یک مسابقه کنیم با وزن 51 کیلو. بسیار خوب بسیار خوب. اینا ماشاءالله باز رقابت هم برنده شدی. بله. این مدال که دیگر هم برام ما بگو. این اولین دور مسابقات سبک واکو کی بوکسینگ بود که اول شدم دیگه. ماشاءالله. خوش مدالا زیاد است از دست ما مفته. مدالای طلا زیادترش است اینا. کلش طلا است. خب در رابطه با اینی مدالات برام معلومات بده. این مسابقات در میربچکود برگزار شده بود. پارسال در بهار که حریفم پنشیری بود. توانستم بالای پیروز شدم و از ملاقات‌های چرخشی زیاد از ولایت پنشیر آمده بودن؟ بله. خیلی خوب خیلی خوب. و در رابطه با این مدالاتون برای من معلومات بده. این مدال ما هم مسابقه آخرم است که در تیم ملی بود منتخب کابل راهیابی تیم ملی بوده منتخب که انشالله برنده شوی. مدالا خود زیاد است اما کفایت میکنه انشالله که زیادتر شوی مدالای از این مدالا کاش که میشد که ما هم یکی از پیشت میگرفتیم. ما همین نوابی سب همکار ما هستن، خوب ورزشکار ماشاءالله قوی هستن. او روز مرا چالش داد چی وقت رقابت ما شو بخیر. وزن 45 کیلو خادم مرکزی زون در منتخب و کلپون و اتلولی. بیا ایران معلومات بر ما بده. این مسابقات چی بود؟ تیم منتخب کیوان بود. توانستم دو فایت کنم ببرم و یک فاینال باختم با دوم شدم. ماشاءالله باشه ماشاءالله باشه. خودت وقت نایب قهرمان میشی یا کلان گپ است. دومی یا مقام کم نیست. نایب قهرمانی حکم قهرمانی دیگر هم برام بگو. نه حال است. این مسابقاتی بود که مسابقات بخش کی بوکس بود، سبک واکو نبود، کی بوکس بود. نه حال است دیگه ای از مسابقه است. آه مسابقه است دیگه زیادتر قدر فکرام رفته دیگه. وزن 25 کیلو است. وزن 25 کیلو ما اینجا خیلی معلوماتش پیش ما است. وزن 25 کیلو مقام اول گرفتین. خیلی خوب. از این دیگه من خاطرات داری از این دوره؟ خیلی خوب خاطرات که ما تونستم در یک هفته کی بوکس فایت کردم، با بیشو فایت کردم در یک هفته. با پس رفتم یک 20 روز بعد باز کی بوکس فایت کردم. زیاد فایت میکردم، زیاد علاقه داشتم، زیاد دوش میکردم و حالی را تمرینا را پیش میبریم. این یک جمله بسیار قشنگ نوشته بود، ما میخواستم بخوانمش. نوشته است همه از یک خانواده ایم و در این وادی رفاقت، مهرورزی، تلاش و مبارزه را میآموزیم و زندگی کردن را تمرین میکنیم. یعنی ما یک موضوع را همیشه یادآوری میکنم که اخلاق ورزشی گپ اول میزنه، حرف اول میزنه و اخلاق را استادا باید قبل از اینکه تکنیک و تکتیک خود ورزشی را بیاموزن به شاگردانشان اولین قدم باید اخلاق را بیاموزن. و جمله بسیار قشنگی هستم کلا نمت یک مهربانی را، یک رفاقت و صمیمیت و اتحاد اتفاق را در بیان داشته. در رابطه با این برای ما معلومات بدید. این مسابقاتی است که بالای کبودک
خب کدام کپ کلان امی کپ کلان که هست ماشاءالله که توانستم پیروز شوم. مقام اوله بگیری؟ بله. خب بسیار خوب بسیار خوب. 1402 1402 اینی رو بیا بشنویم از شما در رابطه به این برنامه معلومات بده فرزاد جان. افغان 1401 است. 1401 است. یا همین مسابقات کی بوکس بود که در کابل برگزار شده بود، توانستم مقام اول از خود. این رقم امی سرتیفیکت هایتان و احکام قهرمانی تا خودت تو مرور نمی داشته باشی زیادتر خیال؟ والا مرور می داشته باشم، نام خدا دست زیاد است. اگر فراموش میشه. ما به خاطر نداریم از این چیزا، اگر از ما می بود در روز رو می خواندیم که حفظ میشه. ماشاءالله باشه. در رابطه با اینی قهرمانیاتون برای من معلومات بده. ماشاءالله اینجا خیلی زیاد است. یوم سال وزن 28 کیلو است. 28 کیلو ماشاءالله باشه. یه دورای اول از در رابطه با دورای اول است که ما وزن 27 کیلو فایت شروع کردم. یک 6 ماه بعد است دیگه. 6 ماه بعد که وزن 28 کیلو شدم با 28 کیلو فایت کردم تو وزن 6 ماه بعد از شروع مسابقات دیگه. خیلی خوب. اینجا زیاد است، به خاطر از اینکه زیاد است ما قدر کفایت میکنه. فقط ما میایم روی این دو دانه دیگه که ان شاء الله این هم به معرفی بگیریم. ماشاءالله تقدیرنامه و تحسین نامه و حکم قهرمانیش خیلی زیاد است. در رابطه به این سرتیفیکت برای ما بگو فدراسیون کیوان. این در سال 1397 است، تاریخ 11 ماه 11 تاریخ 25 که کمربند قهوه‌ای را بسته کردم. ماشاءالله باشه. یک قدمی تا کمربند سیاه. ان شاء الله که این کمربند سیاه به خیر بیای. ان شاء الله. و او را جشن بگیریم. من گفتم چرا این قدر خوب قاب کرده، تو بارزش نگاهش کردی متفاوت‌تر از دیگه بوده و به اساس درجه بندی میشه رشته کیک بوکس به اساس خود کمربندا. بله. و کمربند قهوه‌ای البته یک قدم مونده که در سیاه برسه و سیاه هم دیگه کمربندی هست که خیلی کمربند خیلی خوب و با ارزش است. هر ورزشکار تلاش میکنه که کمربند سیاه رو به دست بیاره. کمربند استازی از دیگه، یعنی یک قدم مونده به خیر که خود فرزاد جان به خیر استاد شوه. و ایام حکم قهرمانی است. در رابطه با ایام برای ما معلومات بده. این بین بهترینان کابل بود، مسابقات بهترین ها نوشته است. کابل نه، از تمام ولایت می باشی. ولایت مزار. شما از کابل اشتراک کردین؟ بله بله. بالای کمربندم بود، با ما و خرد بودم دیگه. بالای کمربند اجازه نبود، با بالای نی کپ مسابقه کردم پیروز. بسیار خوب. این نیمه پروفشنال بوده؟ بله نیمه پروفشنال بوده که به خاطر خرد بودیم، زیر سن بودیم. بسیار خوب بسیار خوب. من خیلی خوشحال شدم. ماشاءالله دستاوردهای خیلی خوب داشتی. در رابطه با او کپ دیگه تون برام معلومات دور مانده است پیش من. امو را گفتم اوست. با اینی بین بهترینان کابل بود. این کپ هم در رشته کیک بوکسینگ برگزار کننده مسابقات سیاسی الحق بود. توانستم در ایران پیروز شوم در سه رنگ با. بسیار خوب. از مسابقه دادن نمیترسی؟ بس وقت تعریفت معلوم نباشه دلهوریش نداری؟ هر کس باشه کمی استرس می داشته باشه. بال فعلا که دمی تیم منتخب کابل چند روز تاریخ 13 اقرب فایت کردم دیگه، کلان ترس مرس خلاص شده بود از من. میگفتم قرار است که 3 راوند فایت کنم، من از چی استرس میگفتم. تمرین کردی زحمت کشیدی، میگفتم فایت کو. با چیزی که تمرین میکردم در خود انگیزه میدادی. دیگه خیلی خوب. بالا خیلی خوب. با چیزی که تمرین میکردم امو کارا رو در فایتم انجام میدادم. بسیار خوب. بالای ترس خود غلبه کردن اولین پیروزی است قبل از مسابقه. انشالله که ما بتونیم پیروزی بیشتر در تمام عرصه‌ها از ورزشکارهای خود داشته باشیم و دستاوردهای خیلی طلایی داشتن. تا ایدم قهرمانای ما در تمام عرصه‌های ورزشی ما خیلی سپاسگزارشون هستیم و ما آمادگی آمدن قهرمانای ما را از مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی ریاض داریم. انشالله که در یک دو روز، امروز یا فردا به خیر انشالله که برخواهد گشتند و مسابقات تمام میشه. رژه افغانستان را همچنان مشاهده کردین، حضور قهرمانای طلایی افغانستان را، و انشالله که شما هم فراموش نکنید قهرمانایتان را حمایت بکنید در هر بخشی که هستین. از حمایت یاد کردم. چه مسابقات اسپانسر شده؟ حامی داشتی نداشتی؟ حامی پدرجانم بوده، همراه برادرانم. خیلی خوب. یا همیشگی هستن؟ بله دیگه. رئیس جوانان میر بچکوت بعضی وقتا مایه کردن کم به اندازه مایه میشم.
چقدر مهم است این بخش حمایت ورزشکار برای یک ورزشکار؟ زیاد مهم است. حمایت مالی چقدر مهم تمام زیاد نقش داره، به خاطر که به لوازم ضرورت داری، مسابقه میری، مصرف، خوراک، پوشاک، همه چیز باید از هر لحاظ آماده باشی، روحی و فکری آرام باشه دیگه، در خاطر پول تشویش نداشته باشی. خیلی خوب. و در کنارش اخلاق ورزشی چقدر مهم است؟ اخلاق ورزشی باید از مسابقه کرده که ما مسابقه میتیم، باید اخلاق ورزشی ما بالا باشه. بسیار خوب و خیلی خوب است. اخلاق ورزشی گپ اول میزنه، حرف اول میزنه میشه. و کمربند سیام پیشتر گفتی از طرف رئیسا و استاد ما به ما چند بار پیشنهاد شد، ما گفتم تا که مسابقات خارجی نرم و سندم دوگان بالا بره، یک کمربندم بخیر بگیرم در رشته کی بوکسینگ، باز کمربند سیاه است. انشالله که بتونیم دستاوردهای خیلی خوب در داشته باشیم و همچنان ما در برنامه خواهد داشتیم قهرمانای خود را، خصوصا ورزشکارانی که خیلی با استعداد هستن و از میدیا و از رسانه دور ماندن، انشالله که اونا رو ما دعوت داشته می باشیم. سپاسگزار هستم. پیامتون داشته می باشم. خواست از فدراسیون چیست و همچنان پیام دو مردم؟ خواست ما فدراسیون هم است که مسابقات خارجی به ورزشکاران مهیا کنه که برن. اولش خودم زیاد شوق مسابقات خارجی هستم، خرد بودم تمرین میکردم، میگفتم در مسابقات خارجی برم که بیرق افغانستان در تمام کشورهای جهان به اهتزاز در بیارم. بسیار خوب. با پیامک قشنگتون داشته می باشم به همسن سالهای خودم. پیامم به جوانا هم است که از مواد مخدر حال زیاد مردم به این کار آغشته است، دوری کنن، ورزش کنن تا صحتمند باشن و مسابقات بتن به کشور خود قهرمانی بیاورن. خیلی سپاسگزار هستم. تشکر از حضورت. موفق باشی. انشالله که دستاوردهای خیلی خوب داشته باشیم و همیشه بر سکوی افل باشی. خیلی بخیر باشین. تشکر.